ومن على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهربان عزیز مهربان، پیش از همه من شما و من و خودم را با تقوا و ترس الله سبحانه و تعالی سفارش میکنم، چون که تقوا خدا ترسی مایه تمام خیرها و خوبی هاست. زمان که انسان از الله بترسد، هم در دنیا هم در آخرت نجات پیدا میکند. قدر و منزلت انسان هم به اندازه تقواش، به اندازه خدا ترسیش است که الله سبحانه و تعالی فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینجا الله مهربان در محکم تنزیل در کلام پاکش قرآن کریم اعلان کردند که بهترین بندگانش کدام بندگانش است، کیها هستند، کدام قوم و ملت ها هستند، کجایا هستند. اما الله تبارک و تعالی نگفت که عربا بهتر است، عجما بهتر است، فلانی بهتر، بلکه فرمود که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما یعنی با تقوا ترین شما هستید. نگفت بهترین شما بایترین شما است، نگفت یا قوی ترین شما است، نگفت خداوند، یا که بزیب ترین شما، نگفت، بلکه گفت با تقوا ترین شما است. ولی هر کسی باشه، فرزند هر انسان هم می باشه، تا حتی نام نسب هم نداشته باشه، اما زمانی که با الله وصل شید، با الله پیوند شید، با اون ذات عظیم بزرگ، قدر و منزلت انسان بسیار بلند می شود. یعنی هر چی انسان اگر تقوا را پیشه بکنه، خدا ترسی را زیاد بکنه، هر چی ملتر بیشتر الله سبحانه و تعالی ذکر یاد عبادت بکنه، سپاسگزاری و تشکر کنه، همون قدر درجاتش بلند می شود. همون قدر یعنی ارتباطش با الله مستحکمتر می شود، رابطهش قویتر می شود، تا اونجا که از ملای عام این بنده الله که شد، بنده خاص الله می شود، متمایز می شود، از دیگرها فرق می کند، چون که رب الله است، چون که اون منسوب به ذات عظیم بزرگ است، از الله می ترسد، تقوا پیشه کرده است. اما هر چی انسان از الله دوری بگیرد، نافرمان برداری بکند، ناشکری بکند، همون قدر آب روی انسان میریزه، پس میشه. تقوا یعنی که ترک تمام گناه ها، هر چی که الله سبحانه و تعالی که پیغمبرش دستور داد انجام بدی، انجام میدهد. یعنی هر چی خدا گفت بکن میکنند، هر چی که الله سبحانه و تعالی منع کرد نکنه میکنند. یک زمان از حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پرسیدند که تقوا یعنی چی؟ تقوا فرمودند که زمانی که تو راه میگردی، کفشم در پایتم نداری، بیکفش هستی، پتنکه هستی، زمانی که پایت میگذار اول نگاه میکنی زیر پایت اگون خوری نیست، اگون چیزی که اذیت میرسون نیست، اول نگاه کرده، بعد سونی پایت میگذاری، بعد دوم پایت میخوری. یعنی انسان هر یک چیز اهمیت نمیده. آیا این گناه نیست؟ این حرام نیست؟ آیا این کاری که من میکنم، یا که اعمالی که میکنم، یا که سخنی که میکنم، آیا این الله سبحانه و تعالی نمیرنجونه، خفه نمیکنه، ناراحت نمیکنه؟ این کار حرام نیست؟ همه کارا دیده کار انجام میدهد. از حرامات و از محرمات فرار میکنند، میگریزد. ففروا الی الله.
از گناه و معصیت میترسد که انجام تی الله سبحانه و تعالی میبینه. الله تبارک و تعالی میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. سبحان الله. الله تبارک و تعالی در یک آیه 2 بار تکرار میکنه که بترسه ای مردم، ای بندگان من از من بترسه. یا ایها الذین آمنوا. عجیبه الله مهربان همچون خدای رحمان رحیم با محبت خطاب میکنه. ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ما با من ایمان آورده اید، از من بترسید. و اتقوا الله، بترسید از من. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر یک انسان باید نظر بکنه که برای فرداش بعد از مرگش چی چیز آماده کرده است. و اتقوا الله، با این بار میگه بترسید از من. الله میگه ان الله خبیر بما تعملون. ان الله بما تعملون خبیر. هر چیزی که ما انجام میدیم الله آگاه است، میبینه. یگان اعمال ما و شما از خداوند از دید الله پنهان شده نمیتونه. پس خداوند ما را دستور داد، فرمان داد ای بندگان من، یعنی شما من فراموش نکن، از من بترسه. امروز شانس هست ما و شما زنده هستیم، پگم مرده هستیم. امروز فکری و چاره اندیشی فردامونه بعد از مرگ ما بکنیم که اونجا که فردا که شد دیگر این امروزه ور شانس نیست. حضرت علی رضی الله عنه فرمود الیوم عمل ولا الحساب و غدا الحساب ولا العمل. امروز یعنی وقتی که حیات هستی، زنده هستی، اینجا دارالعمل است. انسان باید اعمال خوب انجام بده، کارهای خوب، هنرنمایی که هنر زیبا نشون میده، آدمگری باید بکنه، عبادت الله سبحانه و تعالی انجام بده. اما و غدا الحساب ولا عمل. اما فردا یعنی که بعد از مرگ در روز قیامت، اونجا دیگه حساب حساب است. اونجا دیگر اعمال نیست که انسان بخیزه طهارت کنه و توبه کنه، خدای من ببخش گناهی که اگیم زورا کنیم. وقتی که جان در سختی میرسه چقدر از انسان از تحت دل زورا میکنه، یا الله یا الله یا الله. وقتی که خداوند دستگیریش میکنه، یک کمی وقت میگذره فراموش میکنه که چقدر خداوند از زورا کرد، از تحت دل خدایا یا الله یا الله یا الله یاردم میکنه، کمک میکنه، نصرت میکنه، دستگیری میکنه. نگذار من تنها نگذار. خداوند رحمان رحیم دستگیری کمکش میکنه. یک قدم اون میروه، یک کم وقت میگذره، تمام با سرکشی، طغیان، گناه، معصیت سر میشه. بلکه اونجا این خیلی نیست که بخیزی طهارت کنی و ای الله مرا ببخش، تمام، چون اونجا حساب است، اونجا حساب حساب است دیگه. بنابر همین الله سبحانه و تعالی ما و شما بندگانش هوشیار میدید که یعنی که عقل تو به کار بفرمی. در این دنیای دو روزه فانی خودتا گم نکنین، شما به هوش بیاین. حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین در روز در خدمت مؤمنان بود، از مؤمنان حساب حساب میکرد. شب قمچین داشت در پاش میزد، از خودش حساب حساب میگرفت که ای عمر چیکار کردی تو؟ ای عمر امروز یک روز از گذشت از حیاتت، امروز تو چیکار کردی در راه خدا؟ به خاطر خوشنودی و رضامندی الله سبحانه و تعالی میزد پایخچه. یا که یک روز یک مسافر سفر میکنه به سوی مدینه منوره، به خاطر ملاقات و دیدار امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه که ببینم صحبت بکنم. وقتی اونجا میره وقت به وقت میشه، تاریک میشه، شب میشه، میگه فکر میکنه که
امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه شب خواب میکنه، استراحت میکنه. خب این شب من غمش نمیتیم. پگاه که روز شد میرم برای ملاقاتش. وقتی که قصد میکنه شب در مدینه منوره روز میکنه، در مسجد نبوی، در مسجد پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم شب روز میکنه اونجا. یک شب وقت میگذره نصف شب که از یک کجی مسجد صدای بلند میشود، صدای گریه. سبحان الله. عمر فاروق یکی از بزرگترین مردان امت اسلام که در زندگیش سند و دیپلم بهشتی را گرفته بود، شب گریه میکرد در پیش الله. خداوند از زارا و جگی میکرد، خداوند ببخش کم بودیم ما گناه ما را. اما ما را ببین سبحان الله در چی کار بار هستیم، چقدر از برادرانمون فاصله و دوری گرفتگیه. زمانی که این مسافر نزدیک میشوه سلام میکنه، صحبت میکنه، میگه کیست شما؟ بعد میفهمه امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه. وقتی سوال میکنه سبب میگه اگر من در روزی کلان خوب کنم، اگر محاسبه میکنه اگر من در روزی خوب کنم یعنی حق بندگان الله ضایع کردم. اگر کلی شب، اگر همه شب خوب کنم حق خود ضایع کردم. محاسبه میکردن در این دنیا. الله میفرماد که ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر یک نفس، هر یک انسان نظر بکنه برای فرداش، برای روز قیامت چی چیز آماده کرده است. ای برادر عزیز برای فردا چی چیز آماده کرده ای؟ نمازت هفتهش این جمعه اون جمعه، یا این سال اون سال، آیا همین را برای فردات آماده کرده که الله که خلق کرد فرمود ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای برادر عزیز چی چیز برای فردات آماده کرده ای؟ یوتیوب 6-7 ساعت سیرگشت میکنی، چقدر محرمات تماشا میکنی، فیسبوک، اینستا، آیا همه چیز آماده که برای فردات؟ الله سبحانه و تعالی میفرماید ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، از الله بترسید، گناه را پرتابید، توبه بکنید، ترک شراب، ترک خمر، ترک قمار، ترک زنا، ترک ربا، از گناهات دست بکشید. گناه خطرناک است. واتقوا الله در یک آیه 2 بار تکرار کرد الله. واتقوا الله واتقوا الله، از الله بترسید، ترک معصیت و گناه بکنید. پیغمبر الله فرمود که همه کل امت یدخلون الجنه الا من ابى. تمام امتی من داخل و وارد بهشت میشوند الا من ابى، مگر کسی که سرکشی کنه بهشت، مگر کسی که خوب بهشت نخواه. اصحابش تعجب کردن یا رسول الله و من ابى، یا رسول الله کی است که ای بهشت رو بگردونه، بهشت نخواه. پیغمبر خدا فهمید و من اطاعنی و من عصانی فقط ابى. هر کسی از من اگر که از من محمد اگر پیروی نکرد، از گفتار من اگر پیروی نکرد، عمل نکرد، از بهشت رو گردون. اما هر کس از من پیروی کرد داخل بهشت رو. ترک معصیت کردن نکن، معصیت خطرناک است. الله تبارک و تعالی میفرماید که و عصى آدم ربه فغوا. آدم از پروردگارش نافرمانی کرد، فغوا، گمراه شد. یعنی
دست به گناه و معصیت از الله دور شدن و گمراه شدن، حیران شدن در این دنیای کلان. و من یعصی الله و رسوله فقد ضل ضلالا. هر کس از الله و رسولش اگر نافرمان برداری بکند فقد ضل ضلالا مبینا. واقعا در گمراهی عظیم بزرگ آشکاری است. انسان گمراه می شود. دست به زنا زدی گمراه شدی، دست به شراب زدی زنا شدی، دست به ربا زدی زنا ربا زدی گمراه شدی، مال حرام خودی گمراه شدی، فند فرد همدیگر کردی، مشانی کردی گمراه شدی. آدم گمراه شد گفت پناه به الله. معصیت گناه خیلی خطرناک است. معصیت و گناه در هر کشوری که اگر اونجا اگر داخل شد گناه، اون کشور خداوند هلاک میکند، اون کشور گناه هلاک میکند، نابود میکند. در هر جسم، در هر تنه که در مد فساد میکند، در هر سینه و قلبی که در مد او قلب میکشد میمرد، از بین قلب میبرد، دل از بین میبرد. انسان زمانی که دست به گناه میزند اون آبروی عزتی که الله سبحانه و تعالی داشت از بین میرود. الله تبارک و تعالی فرمود من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. هر کس که عزت میخواهد، هر کس که شرف میخواهد، پس تمام عزت و شرف در الله است. باید به الله چنگ بزند، رو از معصیت بگرداند. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید بما كانوا یمکرون. مجرمان و مفسدین و گناهکاران الله میفرماید سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله. اینا در نزد الله هیچ قدر نداره، قیمتی ندارن، ارزش ندارن. هرچه اگر انسان هم که بای بدولت هم باشه، هرچه اگر پوست و مقام کار خوبی داشته باشه، هیچ ارزش نداره. اگرچه پدر مادر اولاد و نسب اگر مشهور باشن هیچ ارزشی نداری، چون که دست به گناه زدی. از الله رو به شیطان به معصیت کردی. بجای که به طرف الله انسان برود توبه بکنه، دست بکشه از گناه که خداوند فرمود ففروا الی الله، شما بدوید بگریزن به طرف الله، بلکه انسان به طرف شیطان میره، استقبال از شیطان میکند، در آغوش شیطان میده، نعوذ بالله، در حالی که همه نعمت الله داده است. پس الله سبحانه و تعالی چی کار کرده است که انسانان بندگانش امروز چقدر خنک نظری میکنن نسبت اللهشون. نعمت الله میتید انسان طرف شیطان میرود. آبرو عزت الله میتید انسان میرود به گفته شیطان عمل میکنه. پس الله سبحانه و تعالی فرمود من کان یرید العزة، هر کسی عزت آبرو بخواهد فلله العزة جمیعا، همه عزت آبرو در الله هست. و دیگر آثار و خطرناک بودن گناه و معصیت این است که یعنی گناه و معصیت تنجیر امنیت از بین میبرد، برکت از بین میبرد، آسایشی رفاهت از بین میبرد، سختی میاره، قینی میاره، به برکتی میاره، به تنجی امانی میاره. گناه و معصیت الله تبارک و تعالی در باره اون قریه و قشلوقی که در نعمت الله به سر میبردن زندگی می فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. یعنی که به یاد بیار اون داستان اون دهه و اون قشلوقی که مردمش ایمان به الله آورده بودن، اطمینان به سبب ایمان شد، اعمال شد، نماز و روزه و عبادت، شکرگزاری خداوند شد. یعنی الله سبحانه و تعالی همین دهر، همین قشلوق از هر طرف ریز را سرازیر کرده بود. دروازه های برکت الله از زمین و آسمان برای این قوم، برای این ملت فراوان کرده بود.
فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اما زمانی که این مردم ده، این مردم قریه از الله دوری گرفتن، رو گردوندن، اما رو به معصیت به گناه کردن. فکفرت بانعم الله، به نعمت الله کفر ورزیدن. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله تبارک و تعالی در نتیجه گناه و معصیت این انسان ها اون رزق فراوانی که بود خداوند از بین بردش. یعنی رزق کم شد، زندگیش تنگ شد، زندگی سخت اومد، اطمینان و آرامش که خداوند از بین برد شد. سببش چی؟ سببش گناه، معصیت. برادران عزیز، گناه و معصیت خیلی خطرناک است. عاقبت گناه، معصیت نابود شدنی است. یکی از سبب گناه، نتیجه گناه این است که یعنی سختی ها در زندگی انسان میاد، مشکلی ها میاد که الله سبحانه و تعالی فرمود و ما اصابکم من مصیبتین الا بما کسبت ایدیکم. هر یک سختی مشکلی که در زندگی شما بر سر شما میاد، این به سبب انجام کار دستای شما هستند، یعنی به سبب کار خطای. انسان از الله دوری کرد، سختی میاد. امروزه که میبینیم احوال مسلمین از هر طرف حمله میکنن، از کوچکترین و میدترین جنایت دریغ نمیدارن نسبت مسلمان ها. هر چی که از دش میان نسبت ما و شما انجام میدن. در طول تاریخ خیلی کارا انجام ندادن که امروزه انجام میدن در نسبت ما و شما. این چی هست؟ ما تو این درجه را پایین سبب چیه؟ سبب عیب خودمون است، کمبودی خودمون، تقصیر خودمون است. از الله دوری گرفته، از دین خدا دوری گرفتیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خداوند گفت ای بندگان من، بر رشته محکم الهی دین خدا از چنگ بزنید، سخت مستحکم بگیرید. ولا تفرقوا، متفرقه نشه، تفریقه نشه، جدا نشه، برادری کنه، دوستی کنه، کنار همدیگر باشه. سبب خود ما میبینیم که امروز سختترین ضربه را از دشمن میخوریم. سببش گناهان است، نافرمانداری است، معصیت است، کارهای بدمون است. دیگر از معصیت گناه، یعنی که آثار گناه این است که انسان چه خیلی که زندگی کنه همون خیلی میبره، در ما حالت میبره. به نماز در حالت به نمازی مردی. اگر که مردی به نماز، اینا بدون که اگر خداوند چند ساله که حیاتت میداد باز نماز نمیخوندی. چه خیلی که مردی همون خیلی در روز محشر حشر میشه. چقدر از ما و شما انسان است در حال رقصش، کیف و صفاش، اصلا خدا را از یادش برنگی رقص خواسته که اصلا موسیقی میبرد از سر جوش. چقدر در حال بدکارای بعدش میبرن. چقدر از ما در حالت سکرات موت وقتی میگیم که لا اله الا الله، فلان دختر دوستی من کجاست، فلان مالم چند نقصو میشه، فلان پرچه لباس نقصو میشه. سبحان الله، طرف مرده است، از دنیا رفته است، دنیا را ترک است، تلقین میشه لا اله الا الله بگو، نفته نمیتونه. فلان مالم فلان قچان سومه نقصومه، از چون که در زندگیش کلمه توحید، کلمه شهادت نگفت، در مرگش نمیتونه گفته، در حالت مرگش. پس بر بگردیم به سوی الله، ترک گناه و معصیت بکنیم. از دیگر آثار گناه این است که گناه قلب انسان، دل انسان رو میکشه، از بین میبره. تارکی در قلب انسان میاره، تارکی در گوری برای انسان میاره بعد از مرگش. قال الحسن الذنب على الذنب ثم الذنب على الذنب حتى يغمر القلب فيموت. گناه بالای گناه، گناه بالای گناه، شراب بالای شراب، قمار بالای قمار، جنگ دعوا بالای جنگ دعوا، دشنام اخرت بالای دشنام اخرت.
نو سیگارت هر چی که گناه که هر چی که بالای گناه بالای گناه تا اینکه دل میکشه دل از بین میبره دل نابود میکنه. ابو دردار رضی الله عنه فرماد که البر لا یبلا والاثم لا ینسى، یعنی کار خوب کار نیک هرگز از بین نمیرود نابود نمیشود همیشه یعنی که همیشه ماندگار است یعنی که همیشه میمونه. اما الاثم لا ینسى، گناه هرگز فراموش نمیشود همیشه میمونه گناه همین. ابن سیرین رحمت الله علیه میفرماید که یک زمان من قرضیدار شدم، قرضام ملو شدن در گردنم، نتونستم قرضا رو پرداخت بکنم، غمگین شدم، غم بر من چهره تسلط یافت میگه. لیکن من میدونم که این غم سببش 40 سال من یک گناه داشتم، سبب همون گناه 40 سال پیشم امروز من میچشمش. یعنی گناه از بین نمیره، گناه فراموش نمیکنه. گناه، معصیت، سرکشی این عظمت و بزرگی الله سبحانه از دل انسان دور میکنه. که اصحاب پیغمبر خدا ببین چقدر از گناه دوری بودن، میترسیدن. که در صحیح بخاری از انس بن مالک رضی الله عنه خادم پیغمبر خدا علیه السلام سخن میکنه. انس بن مالک که ما میگه در زمان خودمون، در زمان اصحاب پیغمبر خدا، یعنی اینقدر از گناه ها میترسیدن، پرهیز میکردن که شما میگه اون گناه ها در نظر شما سابق بودن، به چیز بودن، فکر میکنید گناه کم است، تا اونجا که شما فکر میکنید که گناهات از محیط باریکتر است. اما ما اصحاب پیغمبر خدا، کسانی که در مکتب رسول الله صلی الله علیه و تربیت یافتیم، کلم شدیم، ما این گناه ها را میگه همچون موبیهات هلاک کننده حساب میکردیم. امروز برادر میگن سیگارت میکشه، نوس میکشه، ترک نماز میکنه، اصلا احساس نمیکنه که چه کار عظیم بزرگ، گناه عظیم صادر کرده است، پشیمان هم نمیشه. اما این ترک نماز انسان نابود میکنه که گناه عظیم است، گناه کبیره هستند. یکی از علما میگوید زمان من گناه کنم در زندگیم، در همون آثار گناه ما، نتیجه گناه ما در خانه میچشیدم، یا از طرف زنم غم میداد، گوش نمیکرد، اذیت آزار میکرد، در مشخص میشید. یا که از چهار پایام، یعنی که از سواریم، از اسب، از شترش، همین خیلی انسان شکایت میکنه فرزندم گوش نمیکنه، دخترم گوش نمیکنه، در خونه قدر آبروی ندارم، هیچ که گوش نمیکنه. پس برادر عزیز، ترک گناه و معصیت که، ارتباط با الله مستحکم که، توبه بکن، سببش گناه است. علما تمام میکنم شما گناه سه تقسیم کردن. اصلی گناه، ریشه گناه سه تقسیم است. الكبر وهو الذي اصار بابلیس الى ما اصاره، یعنی که یکم گناه کبیره که هستن اصلش گناه کبر است. همون کبری که شیطان کبر کرد، آخر نهایتا سرانجام گناه معصیت کبر شیطان به اون جای آوردیم برای ما شما معلوم است. دوم الحرص، طمع، خواستن، که و هو الذی اخرج آدم من الجنه. این حرص گناه چیزی است که حضرت آدم پدر ما و شما را از بهشت مثلا بیرون، سببش بیرون رفتن، بیرون آورده شدن. چون زمانی که الله سبحانه و تعالی فرمود فکولا ندا کردن، خطاب کردن به سوی حضرت آدم علیه السلام، یا آدم اسکن انت و زوجک جنه فکولا من حیث شئتما، ای آدم و همسر را در بهشت زندگی کنید، هر چی که دلتون میخواد از چیز میخواد بخورید مگر این درخته. اما طمع کردن،
شیطان وسوس کرد نهایتا دست به طمع سبب طمع بود سبب شد که اون آدم و حوا پدر مادر ما و شما از بهشت بیرون رفتند بیرون شدند سوم الحسد و هو الذي جر احد ابن آدم على اخيه سوم اون ریشه گناه اون چی است حسد است حسد ورزیدن کینه ورزیدن که اون همون گناهی است که قابیل فرزندی آدم علیه السلام دست به حسد زد نهایتا شما میدونید چی تا اونجا راست که برادری خوش با دست خودش یعنی که به هلاکت رسید یعنی گناهان خطرناک هستند برادر عزیز پس هر کس از ما و شما اینجا که هستیم شانس هست از جلسه نخسته توبه بکنیم پیش الله سبحانه و تعالی هر کسی که نماز نمیخونه نماز بخونه هر کسی که شراب میشه هر کس قمار هر کس هر گناهی میکنه دست بکشه پیش الله سبحانه و تعالی توبه بکنه نظر بکنه خوش محاسبه بکنه که برای فرداش چی چیز آماده کرده است عمر بن عبدالعزیز یکی از دوم عمر مشهور است در خلیفه بودن اما زندگیش نول به نول بود زمان یک روز وقتی برمیگرده به سوی خونهش دخترکاش فرزنداش میدوند ملاقات کنن برای پدرش دهانش میپوشونن چون هیچ از گشنگی نمی غیر پیاز میخورن هیچی نمیان بخورن مثل موش کودکای موشما نیستن ماشاءالله 3 وقت نه 4-5 وقت میخورن چی دیگه دلشو بخواه یکم دیگه ششلیک هر چی که باشه ماشاءالله نمیان بخورن عمر بن عبدالعزیز سبحان الله نبرای حضرت عمر فاروق که با دوم عمر مشهور است فرزنداش گرسنه هستن پیاز میخورن گشنگی را دهانش میپوشونن وقتی ملاقات با پدرش میکنن پدرش میفهمه گشنگیه گریه میکنه ای فرزندان میخوای که من شما را در رأس دولت خلیفه است همه مال دولت در دستشه ای فرزندان میخوای که من شما را سیر بکنم بهترین نوش نعمت بتیم اما پدر تو پکر در روزی قیامت در آتش بسوزه فرزندا کشته میدان نه والله در سر پدر ما نمیخوایم ابوبکر الصدیق رضی الله عنه کسی که در زندگیش سند و دیپلم بیشتری را گرفته بود از الله میترسید از گناه میترسید که یک روز غلام شه طعامش میتیه نانش نمیخوره نمیپرسه گشنه است خیلی سخت است بعد دیوتش میگه که میپرسه این از کجا پیدا کرده غلام شه میگه این پولی زمان جاهلیت است در زمان جاهلیت فولبی هر کار میکردم سحر جادو میکردم مثلا از همون پول یک از خریدار پولش آورد در او حضرت ابوبکر صدیق دوش دخت پرتافت شد میترسه از الله سبحانه چقدر از ما حرام میخوان میگن ریبا سبحان الله کارتای انا چپ راست هر چی که دل بخواه من همه چی و پولی ریبا خطی حرام خطی کارتا خطی میخریم یا که به خاطر یک ماشین خوب گفته پیدا کنیم همه میریم ماشینا را ریبا خطی میگیریم همه حرام سبحان الله از الله بترسه برادران عزیز سرانجامی گناه معصیت هلاک شدن است نابود شدن است بین رفتن است وقت گذشت انشاءالله در آخر الله سبحانه تعالی دعا میکنیم مخلصانه که همه ما شما را بدوری نصیب کند از تمام گناه و معصیتی که ما را از الله از خودش دور میکنه خدا ما و شما را محافظت بکنه نگهداری بکنه هر گفتار و کردار اعمال خیر خوبی که ما و شما را به الله نزدیک می‌کنه بارها تا دم مرگ نصیب روزی ما و شما بگرداند و آخر الحمدلله رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته